بابا جان، من برادر خواهر میخوام. برادر خواهر میخواید چی بکنی؟ من تو رو هم پشیمونم به دنیا آوردم. بابا بچه ها چجوری به دنیا میارم؟ بچه ها رو دعا کردیم، ما دعا میکنیم تو به دنیا میاری. بقیه دعاتون چرا نمیگیره فکر؟ الان نمیتونین دوباره دعا کنی؟ آخه هم من باید دعا بکنم هم مامانت دیگه، یه نفری برم به نمیشه. مامان بگم دعا کنه. بذار من خودم مامانت رو جا به جا میکنم. الان چی شده اینقدر مهربون شدی دستای منو بل نمیکنی؟ سروش برادر خواهر اوی میخواد. ترسیدم بابا. خود چی بکنیم؟ الان تو میتونی خرج یه بچه دیگه رو بدی مگه؟ خودم میرسونه دیگه، این چه حرفی؟ یه جا دیگه هم کار میکنم برای خرج اونم در بیارم. تو الان یه دونه ماکارونی رو یه هفته سه میخوای بگیری نمیتونی بگیری. من میگه بچه حاجر دست بکش صابر، دست بکش بابا. ولی از بچه دایی میدونی کجاشو دوست دارم؟ آه. حاجر تولیدشو. بیا یه بار انجام بدیم شاید نگیره. و خاک بر هی انجام بدیم نگیره. صابر میشنه با آقا حاجر جون. چی بکنم؟ تو حلال منی دیگه، گناه نمی کنم که. به هر حال بزرگتره ولش دیگه. کن من حاجر، خجالت میشم میکشم. جا بجایه. ها ها چی حاجر ازت نکن صابر سر درگیری ندارم. فردا باید طلا اگه نگرفتم آره نامت آره نیست. طلا 2000 بار گفتی طلا میگیرم. دست منو نگاه کن خالیه. حاجر دستم ازت پر بکنی کما به الان جیرتو غذا بشه. دیر بذار من نمیشه. برم نهار درست کنم بابا. بابا تو هم پشیمونی بابایی رو به دنیا آوردی؟ مثل سگ من اگه یه قطعه زمین میگرفتم با جای پدر تو بابا الان ملاک بودم. بیا اینم ماکارونی تو دیگه چی میخوای؟ ها بذار روی اوکی. منم میخوام بچه دار بشم. من از کی میتونم بچه دار بشم دعا بکنم؟ از کی میتونم؟ من بچه میخوام، من برادر میخوام، من خواهر میخوام. بذار شاشه تو کف پیاده خب پسر. دعا چه ربطی به جیش داره آخه؟ حالا ولش به کن خدا اصلا من سردرگمم. سروش چه اینقدر بزرگ سوال میشه تو دیگه، ذهن بذار من یاد بچه میگیری. ایجاد چه میکنی؟ گرفتاری شدم مدرسه.